روز دوشنبه یک گروه مسلح بینای حکومت در اربیل واقع در شمال کردستان عراق را اشغال کردند. خبرگزاری های محلی مستقیما از جای حادثه گزارش دادند که جنگجویان بعد تیرپرانی از تپانچه و автомат به داخل بینا وارد شدند. طبق معلومات پیشکی در نتیجه یک خادم دولتی کشته شده و 2 کارمند پلیس جراحت برداشتند. به نقل شاهدان، جنگجویان با نداهای الله اکبر به آشیانه سیومی بینا برآمدند و چند نفر را اسیر گرفتند. نیروهای امنیتی بینای حکومت و محل نزدیک به آن را احاطه نمودند. سنایپرها در مقابل بینای حکومت کمین گرفتند و جنگجویان را پراندند. در همین حال بعضی خبرگزاری ها میگویند 2 نفر از حمله‌وران کشته و 3 کسی دیگر بازداشت شدند. شهردار اربیل این حمله را کار دستی گروه دولت اسلامی نامید. مقامات انتظامی تاکنون این گفته‌های شهرداری را رد و یا تصدیق نکردند. حکومت عراق ماه دکبر اعلان کرد که منطقه شمال کشور را از جنگجویان بازپس گرفت. در عملیات بر ضد جنگجویان کردها نیز شرکت داشتند، ولی در بین گروه‌های اساسی کردها در مورد راه‌های رسیدن به استقلالیت دولتی سازش وجود ندارد.